حیوانات آفریقا در یک بازی مرگبار قایم با شک گرفتارند. در این بازی هر کس پناهگاهش لو برود حکم مرگش را گرفته است. شکارها به کمک استعدادها، روشها و شجاعت خود مقاومت می کنند. اما هر نبرد تنها یک برنده دارد و تعقیب کنندگان هم فقط یک مأموریت دارند: جستجو و انهدام و زندگی دوباره. مرگبارترین حیوانات آفریقا، جستجو و انهدام. بوتسوانا در جنوب آفریقا.